سلام، با حل یکی از معادلات دیفرانسیل همراه شماییم. در این قسمت سوال پرسیده شده که اگه جواب معادله دیفرانسیل x2 y2 y' به علاوه x(y)(3) برابر با 2 به صورت y برابر با 1x در fx با فرض 3 باشه fx رو پیدا کنید. در اینجا که ما باید چیزایی که مسئله به ما داده رو در این فرمول جایگذاری کنیم. ما y رو داریم، x هم به همون صورت قرار میگیره و چیزی که اینجا مجهوله y' هستش که اون رو باید به دست بیاریم. y' ما در اینجا که y به صورت ضرب دو تابع در همدیگر هستش رو به صورت مشتق اولی در دومی و مشتق دومی در اولی به دست میاریم. مشتق 1x به صورت -1 x2 در دومی fx با فرض 3 به علاوه مشتق دومی به صورت f' x بر روی 3 رادیکال fx2 با فرض 3 در دومی و y' ما به این شکل به دست میاد. در ادامه با توجه به چیزهایی که داریم اونها رو در فرمول قرار میدیم. این در اینجا x2 در y2 اینجا y رو قرار میدیم 1x در fx با فرض 3 به توان 2 در y' که همینجا هستش -1x در fx با فرض 3 به علاوه f'x بر روی 3 رادیکال fx2 با فرض 3 در 1x به علاوه x در 1x در fx با فرض 3 به توان 3 برابر با 2 هستش. در ادامه جواب هر بخش رو به صورت جداگانه به دست میاریم و در انتها کنار همدیگه قرار میدیم. در این قسمت x2 در 1x در fx با فرض 3 به توان 2 رو به دست میاریم که به صورت x2 اینجا این کسر رو در این قسمت ضرب میکنیم که میشه fx با فرض 3 بر روی x به توان 2. این قسمت رو به توان 2 میرسونیم. x2 در رادیکال fx با فرض 3 به توان 2 میرسه. در اینجا x2 به توان 2 میرسه و به این جواب میرسیم که این x2 با این x2 ساده میشه و جواب کلی fx در این قسمت میایم این فرض 3 و توان 2 رو به صورت fx به توان 2/3 مینویسیم و جواب کلی این قسمت رو به دست میاریم. در اینجا جواب این قسمت رو قرار دادیم که ضرب در این قسمت میشه که جواب این قسمت هم به صورت -1x2 در fx با فرض 3 به علاوه f'x بر روی 3 رادیکال fx2 با فرض 3 در 1x هستش که به صورت اینجا در این قسمت این کسر رو در fx با فرض 3 ضرب میکنیم که میشه -fx با فرض 3 بر روی x2 به علاوه f'x که در 1 ضرب میشه و این قسمت هم در x ضرب میشه 3x در fx2 با فرضه 3. این جواب هم قرار میدیم در ادامه. در بخش بعدی این قسمت رو محاسبه میکنیم. x در 1x در fx با فرض 3 به توان 3 به صورت x در رادیکال fx به توان با فرض 3 بر روی x به توان 3 که به صورت x در fx با فرض 3 به توان 3 که این قسمت ساده میشه و توان ما از بین میره بر روی x به توان 3 که در اینجا هم این x با این x ساده میشه و جواب کلی ما به صورت fx بر روی x2 هستش که در ادامه این قسمت قرارش میدیم.
خب در ادامه محاسباتمون یک مرحله دیگه در این قسمت داریم که این f x به توان 2/3 رو باید در این پرانتز ضرب کنیم که در این قسمت f x به توان 2/3 رو ابتدا در منفی f x با فرجه 3 بر روی x2 ضرب میکنیم. میایم f x به توان 2/3 در این قسمت رو میایم به صورت توانی مشابه این می‌نویسیم که میشه f x به توان 1/3 منفیش رو از یاد نبریم بر روی x2. خب در این قسمت چون ضرب هستش یکی از f x ها رو می‌نویسیم و توان ها رو جمع میکنیم که توان 1 رو میده بر روی x2 و این جواب کلی این قسمت هستش. به علاوه خب بعد f x به توان 2/3 رو در f پریم x بر روی 3x بر روی f x 2 فرجه 3 ضرب میکنیم. در اینجا هم ما جواب f x به توان 2/3 در f پریم x در قسمت مخرج 3x، این قسمت رو هم به صورت کسری توان کسری این شکلی می نویسیم، میشه f x به توان 2/3 که این قسمت با این قسمت ساده میشه و جواب کلی f پریم x بر روی 3x رو به ما میده که با قرار دادن این عبارت کنار این عبارت میشه منفی f x بر روی x2 به علاوه f پریم x بر روی 3x و این عبارت رو در عبارت قبلی قرار میدیم. خب در قسمت قبلی ما جواب اینجا رو به دست آوردیم و این قسمت رو هم دوباره قرار میدیم f(x) بر روی x2 که جواب کل اینها برابر 2 هستش. خب در اینجا منفی f(x) بر روی x2 و f(x) بر روی x2 با هم ساده میشن و ما f(x) f پریم x بر روی 3x برابر با 2 رو داریم که با جواب این معادله f پریم x برابر با 6x و برای به دست آوردن f(x) باید از f پریم x انتگرال بگیریم که میشه انتگرال 6x dx که انتگرال u du به صورت u n به علاوه 1 بر روی n به علاوه 1 مثبت c هستش که با قرار دادنش در این قسمت ما 6 رو از انتگرال خارج میکنیم، میشه 6 انتگرال x dx که به صورت 6 در x2 دوم به صورت 3x2 مثبت c که جواب کلی ما و جواب نهایی ما رو به دست میاره که اینجا f(x) برابر با 3x2 مثبت c هستش و به همین راحتی شما میتونید f(x) رو به دست بیارید.